این ردای سنی توی زبان انگلیسی حتما باید بلد باشی. نوزاد یعنی 0 تا 2 ماه رو میگن نیو بورن. شیرخوار یعنی 2 تا 12 ماه رو میگن اینفنت یا همون بیبی. نوپا یعنی 1 تا 3 سال رو میگن تادلر. کودک یعنی 3 تا 12 سال رو میگن چایلد. نوجوان یعنی 13 تا 19 سال رو میگن تینیجر. جوان یعنی 19 تا 30 سال رو میگن یانگ ادالت. بزرگسال یعنی 30 تا 45 سال رو میگن ادالت. میان سال یعنی 45 تا 65 سال رو میگن میدل ایجد. سالمند یعنی بیشتر از 65 سال رو میگن الدرلی.